بعضی ثروت ها نه در جوانی پول جای میگیرند، نه در حساب های بانکی، نه در زمین و ماشین و نه حتی در چشم دیگران. اما اگر در جانت باشند همه چیز داری. اگر نباشند در میانی همه داشتنی ها خالی میمانی. نخست ثروتی آرامی روح. وقتی ذهن در میان غواها هنوز صدای خود را میشنود و در دل هر آشوب راه به سوی سکوت می‌داند. ثروت معنی زندگی، همان نقطه نورانی که روزها را به هم می‌پیوندد، سبب برای ادامه دادن حتی در میان ناامیدی‌ها. ثروت انسان‌های امن، آغوش‌هایی که پناهند نه داوری، حضورهایی که تکیه‌گاهند نه بار اضافه. ثروت سلامتی روح این وقت حالت خوبت وابسته به رویدادهای بیرون نیست و می توانی خود را در آغوش بگیری حتی وقت جهان تو را رد می کند. ثروت دلی سبک و بکینه، دلی که زخمش را به نفرت نمی فروشد و حتی در رنج زیبایی می کارد. ثروت لحظه‌ای حاضر باشد، همان هنری نادری حاضر بودن و یا در لحظه حاضر زندگی کردن، در جهانی که همه یا در گذشته بند ماندند یا در آینده گم شدند. بیشتری دارایی‌های حقیقی عزیزان رقم ندارند. ثروتی واقعی را باید با احساسی داشتن آن سنجید، نه با سند مالکیت. آیا این ثروت‌هایی که من نامبر کردم در خود داری؟ اگر در خود داشته باشی من تو را تبریک میکنم، زیرا تو واقعا ثروتمندی. با مرکز خیرات بمانه تا بهترین ها را بشنوید. ما برای شما بهترین ها را پیشنهاد میکنیم.